علت بروز بیماری بواسیر در زنان آسیب پذیر است. روحی 1398. بواسیر ناشی از گرفتارهای وریدهای موقتی است، زیرا فشار بیش از حد به پایین راست روده و ناحیه موقت منجر به پارگی وریدها می شود. عللی که منجر به ایجاد بواسیر می شود می تواند مادرزادی یا محیطی باشد. ایجاد بواسیر یا هورمونیکی اکتسابی که از محیط نشاط می گیرد ناشی از بیوسیدهای مزمن است. فشارهای زیاده که هنگام اجابت مزاج باعث می شود وریدها برجسته شوند و در ابتدا 3 تا 4 سانت داخل روده می شود و سپس قسمت خروجی روده متروم می شود و هنگام دفع مدفوع و پاره شدن وریدها خونریزی رخ می دهد. شایع‌ترین علائم بواسیر خارش، خونریزی، بیرون افتادگی درد است. گاهی اوقات به دنبال لخته شدن خون درد هم پیدا می شود. بواسیر به 4 مرحله تقسیم می شود. در مرحله اول درجه اول فرد با خونریزی به دکتر مراجعه می کند و در مرحله دوم خونریزی و درد با هم همراه می شود. مرحله سوم در حال بروز می کند که هنگام دفع مدفوع بواسیر خارج می شود و بسیار با فشار دستش آن را به سمت داخل مدفوع جا می اندازد. چهارم این گونه نیست، یعنی هنگام بیرون آمدن بواسیر با فشار دادن هم سر جایش نمی رود و این مرحله که بسیار سخت است یعنی پیشرفت بیماری هست. بواسیر مرحله اول و دوم را با دوا درمان کردن می توانید. در این دو مرحله بدون نیاز به تداخلات جراحی با تکه یا تایید به مصرف مواد فیبردار و استفاده از داروهای موازی ناحیه موقت درمان انجام می شود. میزان شیوع ابتلا به بواسیر در میان زنان و مردان اکنون یکسان است. هرچند در گذشته به دلیل زایمانهای مکرر این بیماری از زنان شایع تر بود. شیوع بواسیر بیشتر ناشی از افزایش سن هست. در عین حال در جوانان هم این بیماری دیده می شود، اما نسبت کمتر از افراد مسن. در صورت عدم درمان این بیماری به دنبال خونریزی های مکرر کم خونی هم در پی خواهد داشت. ضمن این که با زیاد شدن هر زخم احتمال ضخیم شدن آن وجود دارد، میان و سایز خونریزی و تفاوت های وجود دارد. در صورت بروز خونریزی از مقعد مردم آن را با حساب هورموناید نگذارند و برای تشخیص درست به دکتر مراجعه کنند. یکی از عوامل مستعد کننده این بیماری پیوستن در سنین بالا هست. بهتر است مردم رژیم غذایی و کیفیت آن را در راستای بهبود روزانه سبک زندگی تغییر بدهند و در صورت ابتلا به پوست‌های مزمن مواد فیبردار و آب فراوان مصرف کنند. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.